یه متدی هستش که ما پروداکت منیجرها برای اولویت بندی بکلاگمون ازش استفاده میکنیم، ولی توی زندگی روزمره میشه ازش استفاده کرد برای مدیریت هزینه ها. اسم متد هست ماسکا یا بعضیا میگن موسکو. مخفف 4 تا کلمه است: must, should, could, want. این 4 تا کلمه رو توی یه لیست برای خودتون بنویسید. من توی گوگل شیت نوشتم، شما هم میتونید یا از همین گوگل شیت استفاده کنین یا یه کاغذ معمولی یا حتی نوت گوشیتون. کلمه ماستو که نوشتین زیرش هزینه‌هایی رو بیارید که حتما باید پرداخت بشه، مثل رنت، اجاره خونه. زیر کلمه شود هزینه‌هایی رو بنویسید که واجبن ولی فوری نیستن، مثل خرید لباس. زیر کلمه کود هزینه‌هایی رو بنویسید که دوست دارید انجامشون بدید ولی میتونید حالا یکم به تعویق بندازید. و زیر کلمه وانت هم هزینه‌هایی رو بنویسید که فعلا براش ظرفیت ندارید و حالا هم ممکنه نداشته باشید. این روش 2 تا جذابیت داره. یکی این که اگه آدمی باشید که خیلی اهل خریدها و هزینه‌های هیجانی هستید، چون یه بار ذهنتون این لیست رو دیده، دیگه هر بار در طول ماه که میخواید خرید هیجانی انجام بدید یادتون میفته که ماست ها و شود هاتون چیا بوده، دیگه اون خریدای هیجانی الکی رو انجام نمیدین. و دوم این که برای همه اعضای خانواده میتونید از این لیست استفاده بکنید. یه وقتی یه دفعه همچین لیستی نوشته باشین، تا آخر ماه هیچ بحث و احیانا دعوایی بینتون پیش نمیاد. بعد از یه مدت هم ذهنتون شرطی میشه، دیگه این ماستا و شود ها رو تو ذهنتون میارید، نیازی ندارید که یه لیست بنویسید.